ملون اگه آدم بود قاعدتا این شکلی میشه. آخه انقدر دنیای خیانت میوه ها به هم دیگه زیاد شده، گفتم که حالا بیایم اگه میوه ها مثل آدما بودن چه شکلی میشدن. در این رنگ براش اینه. پل پلکم یا دست میزنم یه ذره از این بزنم این قسمت بالای پلکم، اینجوری اینجاها هم میزنم. برای اینکه یه ملون واقعی باشیم یه خط چشم سبز لازم داریم. میگم که یه خط راهنما داره با یه براشو یه ذره از این رنگ سبز اینجا اینو یه ذره محوش میکنم. براشم که یه رنگ سبزی توش داشت، این زیر چشمم هم سبز میکنم. همون خط چشم سبزم درش بود. خط چشم بالا رو به پایین وصل میکنم. یه ذره این لثه رو سبز رنگ میکنم. اون رنگی که به بالای پلکم زده بودم میزنم زیر پلکم. حالا وقتشه که زیر چشمم یه کوچولو کانسیلر بزنم. کانسیلرمو هنوز خوش نکردم، همین این شاینر رو اینجا میزنم، همون شاینری که پشت پلکم یه کوچولو زده بودم. این میکاپ یه ریمل اسنس صورتی احتیاج داره. این انتها رژگونش رو خالی کنید، خالی کردی بیارش جلوتر تا این قسمت که میخند یه کوچولو برم بالاتر که انگار انتهاش به سایم وصل شه. یه ذره از همون سایه هم ببینیم میزنم. یه ذره داره لبم میده، ذره به اینجاها میزنم. حرکتی میخوام بکنم که برای همتون قفله. این خط چش سبز بود، اینو میخوام اینجا بزنم، یه ذره با دست محوش میکنم. اصلا تعجب نکنید که من این شکلی شدم. یه دونه لیپ گلاسی برمیدارم از همون سایه‌ای که پشت چشمم زدم هم برمیدارم میریزم تو همین لیپ گلاسه، زنم به لبم. آخه من اگه جای آقای پرتقال بودم میومدم با یه دونه ملون خیانت میکردم، نه با یه دونه پیاز. این برای میکاپ نکردم تا ببینیم ملون بودن چقدر جذابه.